آقا ما فکر می‌کردیم کلاف در بذارین دیگه سرقت نمی‌کنن. بیا این کلافو چیز کردن، درم جمع کردن بردن. اینم از بان بردن، زحمتش کشیدن بردن. دست درد نکنه. ببین این ویدیو چند تا ایراد داره. اول اینکه این کلافی که نصب میشه باید پرس بشه. وقتی پرس بشه مقاومتش خیلی میره بالاتر. یه ضعفی هم که 206 داره، الان ما این در ماشین رو میبندیم، شاسیش هم کور شده، کلاف هم نصب شده، این دستگیره در رو باز میکنه. چرا سارق میاد سمت در؟ چون در رو باز کنه دیگه صندوق آزاد شده. کسایی که سیستم دارن باید صندوق پرون نصب کنن که سیستمشون دزدیده نشه، شیشه هاشون دودی باشه، سیستمشون معلوم نباشه. نزدیک خونتون میشید، محل کارتون میشید که ماشینتون قرار پارک کنید، سیستم صوتیتون رو صداشو زیاد نکنید، چون خیلی از سارقا متوجه میشن دنبالتون میان ببینن کجا پارک کردید ماشینو. حتما که سیستم دارن میتونن صندوق پرون نصب کنن، بهترین گزینه است. و یه